پیغمبر عظیم شهرستان گفته از گهواره تا گو طلب دانش. امیرالمومنین حیدر کرار فرموده حتی برای طلب علم به چین هم مسافرت کنید. مشکل داری بی‌ناموس، ما داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلایی سر ما اومده. گوه خوردم، ناموسن گوه خوردم. اسم چیه؟ اسمم رضا. چی میگفتی رضا؟ رضا چیکار کردی؟ چرا کلیپ دادی؟ گوه خوردم دادم بیرون. ها؟ گوه خوردم. بلندتر. گوه خوردم. دیگه از این کارا؟ دیگه از این کارا گوه میخورم انجام بدم. دیگه از این کارا نمی‌کنی؟ دیگه کارا نمی‌کنم، ناموسن نمی‌کنم. گندلات عرق و غزل و همه جا تویی؟ هیچ جا نیستم، هیچ گوهی نیستم. خب؟ من گوه خوردم. بازم گوه خوردم. گوه خوردم. ناموسن گوه خوردم. نه مامان. بله میسوخه. یه دل میگه برم، یه دلم میگه نرم، طاقت نداره دلم بی تو چه کنم. پیشش خیلی زیبا خیلی کوچیکه دنیا با یاد تو هم هر جا ترکت نکنم. سلطان قلبم تو هستی دروازه های دلم را شکستی. پیمان یاری به قلبم تو بستی، با من پیوستی. اکنون اگر از تو دورم به هر جا، بر یار دیگر نبندم دلم را. سرشارم از آرزو و تمنا ای یار زیبا.